دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه صبح خیر. بار دیگر برای همه شما طبیب بولیده، طبیب خوش آرزو میکنیم. روزتون با برار باشد و همین حالا هر جا که هستید طبیب بولیده روحیه بسیار شاد شما را همراهی بکند. ما شروع کردیم ساعت سوم برنامه صبح خیر و چون که در ساعت قبلی گفتیم در این ساعت برنامه مهمانی خواهیم داشت و صحبت میکنیم در یکی از موضوع خیلی مبرم و برای شما نیز منفعت بخش. اکنون مهمانی ملکه آمدن در استودیو با ما حضور دارند و بار دیگر دوباره میشیم با شما که مهمانی ما هستند استاد بسیار هم عزیز و ارجمند و استاد تمام ژورنالیستان، تمام اون افرادی که در پیشه روزنامه‌نگاری فعالیت میکنن یا میخوان در این پیشه چیز آموزن. استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان سنگین گلوف، بسیار خوش آمدید استاد. صبحتون بخیر باشه. سلامت باشید. صبح شما، صبح شنوندگان رادیو خوش باشه. بسیار سپاس که آمدید. و استاد عزیز میخواستیم که قبلا شما که در بالا ما با شنونده همان اطلاع دادیم که وابسته به امنیت اطلاعاتی حرف میزنیم و شاید که بعضی از شنونده های ما حالا با همین عباره امنیت اطلاعاتی شاید که نه اونقدر آشنان که این چی است. میخواستیم پیش از همه شما خیلی ساده و مفهوم همان گونه‌ای که در درس ها برای ما شاگردان میفهمونید با آوردن مثال ها برای شنونده های ما نیز یک کمک درباره همین چی بودن امنیت اطلاعاتی حرف بزنیم، بعدا باز دیگر سوال ها رو می‌پرسیم. تشکر. واقعا امروز اطلاع یکی از معین کنندگان پیشرفت هر یک جامعه گردیده است. اطلاع در عصر 21 بسیار مهم شده است و عصر 21 رو از این خاطر عصر اطلاعات میگویند و طوری که همه میدونند ما امروز در جامعه اطلاعاتی عمر و سر میبریم و جامعه اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی اطلاع رساندن اطلاع کارکرد اطلاع بسیار نقش مهم دارند و از بس که ما بیشتر سر موضوع امنیت اطلاعاتی و فضای اطلاعاتی صحبت میکنیم باید گفت که امنیت اطلاعاتی این جزء امنیت ملی هر کشور است. هر دولت، هر حکومت کوشش میکند که جامعه خودش رو، کشور خودش رو حمایت کند از اخباری که به ضرر همین جامعه است، به منفعت این جامعه نیست حمایت کند و باید گفت که از روزی که دولت خوب پیدا شدن در خریطه سیاسی جهان امنیت اطلاعاتی بود و دوره های معین رو از سر گذرانیده است و امروز دوره نوی امنیت اطلاعاتی در جهان فرمایی میکند و هر کشور کوشش میکند که امنیت اطلاعاتی خودش رو تامین کند. تامین امنیت اطلاعاتی این وظیفه حکومت است، وظیفه دولت است و در برابر این شهروندان، ژورنالیستان میتونن در این امنیت تامین این امنیت اطلاعاتی سهم مناسب گذارند. طور معلوم است کشورهایی که ابرقدرت، کشورهای مترقی جهان به هر راه و واسطه میخوان سیاست خود را سر کشورهای دیگر بر کنند، ارزش‌های ملی کشورهای دیگر را نادیده گیرند و با این خاطر همین سمتی که ما میگیم جهانی شوی پهلوهای گوناگون داره و هم مثبت و هم منفی. پهلوی مثبت جهانی شوی آن است که انسانیت، اهل بشریت به هم نزدیک میشوند، دستاوردهای یکدیگر رو دسترسی میکنند و مهمش اینه که فرهنگ ها یکدیگر رو میآموزند. اما در عین زمان باید گفت که وقتی که جهانی شوی با پهلوی منفیش پدیدار میگردد، پیش از همه کشورهایی که نمیتونن ارزش‌های ملی خود را حمایت کنند در تلاطم همین جهانی شوی از بین میروند و هر کشوری که ارزش‌های ملی خودش را از دست داد، هر ملتی که ارزش‌های خودش را از دست داد به نابودی میرود و از بس که ما ملتی بسیار معرفت پرور هستیم، ملتی معنویت پرور هستیم، ما تلاش میکنیم که ارزش‌های ملی خودمون رو حفظ کنیم و دفاع کنیم و برای این حکومت تاجیکستان، راهبریت عالی کشور برای همین تامین امنیت اطلاعاتی ما تمام کارها رو میکند و خصوصا در پرتو سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما میبینیم که برای احیای ارزش‌های ملی ما، برای احیای حافظه تاریخی ملت ما در دوام همین سالهای استقلال چگونه اقدام‌های سازنده صورت گرفتند و آن که ما
تجلیل میکنیم از بزرگانمون، تجلیل میکنیم از سالگرد این یا آن شاعر و نویسندمون، عالمانمون و آزمون‌هایی که گذرانده میشن، همه این در مجموع برای پیشرفت جامعه ما، برای آنکه جامعه مردم جامعه ما دانند که کی بودند، کی هستند و آینده چی میشوند پاسخ یابند. و همین خاطر امروز آزمون‌های گوناگون گذرانده میشوند. ما روزی نمیبینیم که در این یا آن منطقه کشور، در مکتب‌ها، در اونجا آزمون‌ها گذرانده نشوند. این همه از برکت استقلال است و گذشته از این یکی از هدف‌های اساسی در پس منظر همه این چاره‌بینی‌ها پیش از همه همین جامعه رو با معرفت کردن است. وقتی که جامعه با معرفت است، جامعه از خودآگاه است و خودشناس است، به هیچ گونه خطر روبرو نمیشد و اگر خطری هم پیدا شد در آن ایستادگی کرده میتواند. بله، تشکر زیاد استاد. واقعا درست گفتید امروز که به اطلاع دیگر جامعه را تصور کردن ممکن است و مثلا هر یک فرد امروز برابر شروع کردن روزش اول خبر میگیرد از سامانه‌های اجتماعی که چی شده است و میخواد که از همه چیز واقف باشد و وقتی که ما مثلا سر بزنیم به شبکه‌های اجتماعی اونجا خبرهای خیلی زیاد هستند و شاید ولی ما نمیدونیم که مثلا کدام این خبرها درست است و کدام این نادرست و چگونه مثلا یک استفاده کننده شبکه اینترنت، یک جوان که حالا بگیم در ایام جهانی قرار دارد و شاید که اونقدر اندیشه‌هاش حالا پخته نشدن، وقتی که یک خبر رو میبیند چگونه مشخص بکند، معین بکند صحیحیت و درستی همون خبر رو؟ بله، واقعا خیلی خوب گفتید. امروز اینترنت به تمام تار و پود حیاتی مردم وارد کرده است و اینترنت یک دستاورد بزرگ انسانیت است و شبکه‌های اجتماعی نیز همچنین. امروز شبکه‌های اجتماعی یک از واسطه‌های اساسی تاثیررسانی به تشکل افکار عموم هستند. یعنی در تشکل افکار عموم خصوصا نسل نورست نقش شبکه‌های اجتماعی بسیار مهم است. یعنی این نقش حل کننده دارند و بیهوده هم نمیگویند که نسل جوان امروز رو نسل اینترنتی میگویند، چون که تفکرشون تفکر اینترنتی است. امروز پیدایش تکنولوژی نوی اطلاعاتی، تکنولوژی نوی کمیونیکاسیونی باعث گردیده است که جوانان ما هرچی بیشتر به آنها رو آورند و در همین سمت استفاده و فرهنگ استفاده این تکنولوژی بسیار مهم است. ما دانیم که از همین شبکه‌های اجتماعی چی را استفاده میبریم، زیرا اینترنت یک واسطه است که مرز را نمیپسندد. دیگر توسط اینترنت مرزها عبور کرده میشوند و اینترنت امکانیت دارد که توسط شبکه‌های اجتماعی در اطلاع پیدا شود که واقعیت نداشته باشد، اطلاع پیدا شود که به منفیت این یا آن گروه هست و از همین خاطر پیش از همه آن اطلاع دروغ را از اطلاع درست فرق کرده میتواند که اگر جهان بینی و معرفتی بلند داشته باشد، یعنی دانشمند باشد، از علم معاصر باخبر باشد. ببینید در همه واقعه و ملاقات‌های خود سرور دولت ما تاکید میکنند که برای ما جوانان هوشمند زیرک در کار است، یعنی جامعه آینده دولت به همین گروه ارتباط میگیرد. از این خاطر وقتی که ما میگیم که اطلاع را درست تشخیص کرده توانستند، این به دانشیان ها وابسته است. هیچ اطلاعی نمیتواند شخصی تشکل یافته، شخصی که در عقیدش استوار است، اون را بیراه کنند. اما باید گفت که شبکه‌های اجتماعی یک پایگاهی مهم، پایگاهی بسیار ضروری برای تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی هستند و در برابر این از شبکه‌های اجتماعی گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی به خوبی استفاده برده میتوانند و چون که اینترنت یک پایگاهی مهمی معلوماتی است و همین توسط همین معلومات ها گروه هایی که نیت بد رساندن دارند به جامعه بشری، بین انسان ها رخنه اندازی کردن میخواهند، در بین نمایندگان دین های گوناگون جدایی انداختن میخواهند و
عموما حیات آسایشته بشریت رو دیدن نمیخواهند، از طرف گروه های منفعت دار مبلغ گذاری میشوند و همین مبلغ گذاران با آنها سپارش میدن و اینترنت یک واسطه بسیار مهم است. ببینید اکثریت آنهایی که به همین گروه ها پیوست میشوند توسط اینترنت تفکر آنها پرکرد میشوند. پس اینترنت پهلوی مثبت دارد، چون که در کوتاه‌ترین فرصت ما اطلاع نفترین میگیریم. در اینترنت معلومات میرساند. اینترنت کار میلیون ها آدمان را آسان کرده است. مثلا برای گرفتن یک چیپته هواپیما بیشتر چند ساعت نباید می‌خواهد توسط اینترنت در کوتاه‌ترین فرصت آن را میگیرید. برای یک اطلاع را پخش کردن، همین اطلاع در همین جا پیدا شد، در قطعه دورترین عالم همون لحظه اینترنت میتواند آن را پخش کند. این البته جنبه‌های مثبت آن هستند، اما در برابر این ما نباید فراموش کنیم که اینترنت وسیله است که میتواند عقیده بیگانه، عقیده ضررآور را نیز ترغیب کند و در تشکل افکار جوانان که هنوز قشری به تشکل نیافته هستند، یعنی که هنوز روزگارشان درست به طور سامان نیافته است و در راه انتخاب قرار دارند، در راه بنیاد همین روزگار قرار دارند، میتواند تاثیر کند و همون آدمایی که به همین گروه ها فریفته شده گرویدن، پیش از همه توسط اینترنت، توسط شبکه‌های اجتماعی این گروه ها جلب شدن و مغزشان شسته گردید. مغزشویی از طریق اینترنت بسیار رواج یافته است، خصوصا در شرایط امروزه‌ای که ما قرار داریم. یگان قطعه عالم نیست که اونجا آرامی به کلی فرما باشد. انسان خودش به دست خودش حیات انسانیت را زیر خطر برده ایستاده است و برای این کشورها گروه های منفعت دار هستند و ما باید پیش از همه همین تلاش کنیم که جوانان ما پیش از همه خودآگاه، خودشناس باشند، دانند که کدام ملت هستند، گذشتگانشون کیا بودند. امروز در همین تلاطم جهانی شوی، در همین روند پر ماجرا، پر پهلو باید اندیشه کنند که چی باید کرد. حفظ ارزش‌های ملی ما، حفظ انمی جامعه ما، حفظ صلح و ثبات جامعه ما پیش از همه به انمی جوانان، به تفکر جوانان وابسته است و نسل کلانسال باید انمی جوانان را در همین روحیه تربیت کنند که راهنمایی کنند که با آینده دلگرم باشند. پیش از همه از همه مهمترین همین که این شرایط فراهم آوردن در کار که جوانان صاحب معلومات شوند، صاحب دانش شوند و همین چیز ما میبینیم، چون در هر یک سفری سرور دولت به منطقه گشودن مکتب، مؤسسه فرهنگی را ما با مشاهده میگیریم، مؤسسه ورزشی را با مشاهده میگیریم و اینها پیش از همه به نسل نوره است و جوانان نگرانیده شدند. گذشته از این مهیا کردن جایهای کاری برای جوانان بسیار مهم است. وقتی که جوانان، اکثریت آنهایی که به همین گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی میگروند، اینها شخصان بیکار هستند، یعنی شخصانی که هنوز استوار نشدند و به خاطر زندگی و راحت و دستاوردهای زیادی مالیوی و مادی در به همین گروه‌ها فریفته میشوند. از این خاطر در برابر آن که با آنها ما شرایطی آموزش و تحصیل فراهم می‌آوریم، باید در اندیشه آن باشیم که اینها پگاه چی کار میکنند. یعنی که مهیا کردن جایهای نوی کاری برای جوانان بسیار مهم است و یک پهلوی دیگری که ما باید جوانان را از همین گروه ها نگاه داریم، این پیش از همه دادن امتیازها به جوانان و متخصصان جوان است که در یافتن نه تنها جای کار بلکه در رسیدن به همین امکانیت های مالیوی که کشور دارد، یعنی که قرض‌های فایزشان پس یا قرض‌های بی فایز دادن در کار برای تشکیل همون کاری خود، فعالیت خود، صاحب کاری خود جوانان ما باید شرایط فراهم آوریم تا جوانانی که لیاقت دارند، مهارت دارند و توانی در همین اقتصادی بازارانه فعالیت کردن دارند، با آنها امکانیت‌های هم انداز هم مالیوی دادن در کار. گذشته از این در برابر این اندازها و جوانانی که خانه‌دار میشوند، چون که امروز جمهوری تاجیکستان یکی از جمهورهای آینده دار به اون خاطر است که اکثریتش جوانان هستند
و همین جوانان رو باید ما دستگیری کنیم تا امکانیت پیدا کنند برای بنیاد منزل از امکانیت های اقتصادی ما باید فراهم آوریم، امتیازها دیم برای اینها، گرفتن قرض های بی‌فایز از بانک ها برای اینها مهیا کرده شود و در این صورت جوانان با آینده دلگرم می شوند. جوانان رو ما باید فهمانده توانیم که آینده دولت و ملت با اونها ربط دارد. یعنی اگر ما میخوایم که روزگارمون باز هم بهتر شد، دولتمون پوینده تر باشد، استقلالیتمون تحکیم یابد، پس شرایط های بهتری رو برای جوانان مهیا سازیم. بله، تشکر زیاد استاد. واقعا هم خوب هم راههای بگیم که پیشگیری هم بسیار هم درست و دقیق گفتید و در مورد باز هم خبر میخواستیم بگیم مثلا که یک نفری که سر میزند به سامانه‌های اجتماعی یا مثلا روبروی یک خبری میشود که در یک جای دنیا چی واقعی رخ داده است و همون خبری که اون میخواند باید که کدام طلبات-های ژانر خبر رو بگیم که جوابگو باشد که اون میتواند خبری با کسبیت نوشته شده باشد، خبری با اعتماد باشد. چون مثلا یک نفر عادی چگونه میتواند که چه خصوصیت‌های مخصوص دارد خبری از جانب یک ژورنالیست کسبی نوشته شده، خبری با اعتماد، خبری مشخص شده معین شده. و باید گفت که من اکثریت جوانان صبح پیش از آن که به کار روند یا درس روند پیش از همه یک بار به شبکه‌های اجتماعی سر میزنند. بله. و طبیعی است که آنها رو یک دریای اطلاعات انتظار است و در همین دریا آیا اینا شنا کرده میتونن یا این دریا اینا رو فرو میبرن. در همین دریای اطلاعات باید جوانان ما توانند که شنا کنند، یعنی تشخیص کرده توانند که کدام اطلاع چگونه است. البته ژورنالیست ها این اکثریت آنهایی که اطلاع پخش میکنن ژورنالیست هستند از طریق رسانه ها و رسانه ها طبیعی است که در اینترنت سامانه‌های خود را دارند. اما امروز طوری شده است که در دنیای معاصر که هر کسی میخواهد یک اطلاع رو پخش میکنه و طبیعی است که در پس هر اطلاعی پیدا شده در 90% حالت ها منفیت نیستند. یعنی که چرا همین اطلاع پیدا شد و البته ژورنالیست ها مثلا ژورنالیستان تاجیک باید اندیشه کنند که همین اطلاع پیشنهاد کردهشون به جامعه چی میدهد. آیا از پخش همین اطلاع جامعه برد میکنه ولی هستند که به خاطر همین آبروی تیز، یعنی تیز صاحب آبرو شدن، بر وقت صاحب آبرو شدن، هنگامه و آوازه ها پیدا میشه. در همین پخش آوازه و هنگامه ها ژورنالیست ها باید مسئولیت احساس کنند که سنجن هر گونه رویداد و فکت و دلیل رو باید سنجیده پیشنهاد کنند، زیرا یک اطلاع بر دروغ میتواند آبروی رسانه رو ریزاند. پس اگر رسانه‌ای که خودش را احترام میکنه، صاحب رسانه‌ای که خودش را احترام میکنه، باید نه از پس آبروی لحظه اینه باشد، برعکس باید به خاطر همین آبروی خودش، نفوذ خودش، ایمیج خودش تلاش کند که اطلاعی را پیشنهاد کند که واقعی باشد، ارزنده باشد. در روزگار بسیار واقع میشن. یک شرط نیست که همین اون ما از خواسته اخبار ما پنهان کنیم. ژورنالیست که بدون سیاست نمیتونه وجود داشته. ژورنالیست که توأم است با سیاست، ژورنالیست که جزء سیاست است و هر کشوری که به رسانه ها توجه میکنند، به ژورنالیست ها توجه میکنند و سیاستی درست اطلاعات را برام میمونند، زیرا ژورنالیست ها تفکر مردم رو تشکل میدن و در عین زمان آن را اداره میکنند. پس همین ژورنالیست ها باید همین صاحب رسانه ها باید دانند که اطلاع پیشنهاد کردهشان به مانیپولیاسیون نبرد. یعنی که در جهان معاصر مانیپولیاسیون کردن از افکار عمومی بسیار خفناک است. حالتی که در بعضی کشورها با وجود آمده است و آنها گرفتار نابسامانی هستند، همش از همین مانیپولیاسیون افکار عمومی وابسته است و ما میبینیم که امروز کشورهای ابرقدرت به خاطر جهان رو غرق خون کردن. همین لحظه که ما صحبت میکنیم در چند منطقه عالم جنگ به معنای تماش رفته ایستاده است. انسان ها به هم دیگر مثل درنده نسبت کرده ایستادند.
و هر کجایی که جنگ است نتیجه است. پس یکی از عامل‌هایی که ما باید احتیاط کنیم و همین سبب روزگار پرفراختی ما هست، این همین صلح و ثبات را حفظ کردن است، امنیت کشور را تامین کردن، امنیت اطلاعاتی مردم را تامین کردن است تا همین کشور ما رشد کند. پیش از همه هر یک کس باید مسئولیت است، از جمله آنهایی که اطلاع پیشنهاد میکنند. اوکی. و استاد چون در فاکولته ژورنالیست فعالیت میکنید و این فاکولته ژورنالیست که دانشگاه ملی تاجیکستان همه ساله کادرهای زیادی رو در ساحه روزنامه‌نگاری آماده میکند و برای فعالیت بر رسانه‌ها پیشنهاد میکنند و حالا فکر کنم چند سال قبلتر بود که یک اختصاص دیگر با وب ژورنالیست در این فاکولته یعنی که بگیم که آغاز شد. همچنین باز آگاه هستیم چون میبینیم استودیوی تعلیمی فاکولته نیز خیلی فعال کار میکند. جوانان در این فاکولته چی حال دارند و چگونه درس آموزی میشوند؟ واقعا خیلی خوب قید کردید. امروز شرایط تغییر یافته است. امروز نبض زمان دیگر شده است، طلبات زمان دیگر است. برای آن که در همین جامعه زندگی خوب کرده کنند، پیش از همه متخصصانی تیار کرده که با طلبات جامعه جوابگو باشند. از جمله در سمت رسانه ها، وسایل اخباری ما باید متخصصان تیار کرده باشند که با طلبات روزافزون همه روزه تغییر یابنده رسانه ها جوابگو باشند. قبلا ما یک اختصاص داشتیم ژورنالیستیک. امروز در فاکولته ژورنالیستیک از روی 6 اختصاص متخصصان تیار میکنن که طوری که شما خیلی خوب قید کردید، یک اختصاص ما وب روزنامه‌نگاری است و در شرایط امروزه ژورنالیست ها باید نه تنها نوشته توانند بلکه به تکنولوژی وسایل اخباری عامه خوب آشنا باشند. امروز تکنولوژی وسایل اخباری عامه، تکنولوژی رساندن اطلاع تحول دیده است و کار ژورنالیستان را بسیار آسان کرده است و در عین زمان همین چند رسانه‌ای، یعنی که یک ژورنالیست تواند که متن نویسد، نوار گیرد و آن را با صدا پخش کند، بسیار مهم است. از این جهت ما وقتی که ژورنالیست که چند رسانه‌ای میگیم، همین صحبتی که ما کرده ایستادیم از طریق چند رسانه‌ای پخش میشه. پس متخصصانی که در فاکولته ژورنالیست که در شعبه‌های ژورنالیست که مکتب عالی تیار کرده میشن، باید از کرسی مکتبی، از کرسی دانشجویی برای فعالیت در همین گونه رسانه‌ها آماده شوند. پس برای این پایگاه در کار است، زمینه در کار است و خوشبختانه امروز در فاکولته ژورنالیست که تمام زمینه‌ها فراهم آورده شدند. پیش از همه بعضی مادی تکنیکی فاکولته با کلی در 3 سال آخر تحولات دید. یعنی امروز ما صاحب یک استودیو حاضر زمانی رادیویی و تلویزیونی هستیم. پارسال در زمینه استودیو تعلیمی ما رادیو دانشگاه ملی تاجیکستان فعال گردید و امسال در فاکولته ژورنالیستیک استودیو تلویزیونی به کار داریم، یعنی تلویزیونی تعلیمی دانشگاه ملی تاجیکستان به فعالیت شروع کرد که با تکنولوژی معاصر، تکنولوژی نوترین تجهیزانیده شده است. این خوب است. از پهلوی دیگر در روزهای نزدیک در فاکولته ژورنالیستیک نشریه قلم از نو احیا می‌گردد، یعنی که نشریه خودی دانشجویان تشکیل کرده می‌شود و این باعث آن می‌گردد که از کرسی دانشجویی دانشجویان ما بوی کسب خود را احساس کنند و پگاه در رسانه‌ها با موافقت فعالیت کنند. خوب است. ولی باز از همه مهمتر این را که کدام متخصصان به اینها درس می‌گذارند. یعنی که امروز برای ژورنالیست در برابر معرفتی کسبی، حقوقی، اتیکی، همچنین معرفت تکنولوژی بسیار ضرور است. معرفت تکنیکی، یعنی که با تکنیک حاضر زمان کار کرده تواند. غیر از این دانستن زبان‌های خارجی از جمله زبان انگلیسی و روسی بسیار مهم است. در جهان امروزه ندانستن زبان‌های خارجی باعث بی‌رای می‌شود، کاسته گردیدن همین کسب می‌کرده. یعنی که ژورنالیست باید با این زبان‌ها نیز و همین خاطر ما گروه روسی هم کشیدیم. اون روز دور نیست که در فاکولته ژورنالیستیک گروه انگلیسی کشیده میشه، یعنی ژورنالیستانی که پر را به زبان انگلیسی می‌کنن و امروز برای این کورس‌های بازآموزی استادان تشکیل کرده شده در آموزش زبان انگلیسی. این هم از برکت استقلال است، یعنی که در تطبیق سیاست
байналхалқии тоҷикистон журналистон бисёр бояд сабр кунанд. Барои баланд бардоштани имиҷи байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон бояд журналистон сабр гузоранд. бале ташаккури зиёд мегӯем устод. бубахшед баъд аз чанд лаҳзаи кӯтоҳ мо бармегардем ва суҳбатамонро идома медиҳем. реклама медиҳем устод. 39 да устод рекламамон ҷамъбаст мешавад. чанд дақиқа дигар 5 дақиқа дигар суҳбат кардем. суҳбатамонро дар ин мавзӯъ ҷамъбаст мекунем.